شکرگزاری صبحگاهی، آفرینش انسان و ارزش او در خداوند. ای خدای قدوس، در این لحظات پیش از طلوع آفتاب، در آرامش سحرگاهی، با قلبی پر از شکرگزاری به حضورت می آیم. سپاس برای این روز تازه، برای هوایی که نفس می کشم، برای نوری که در شرف طلوع است و یادآوری حضورت در زندگی من. پیش از آنکه روز آغاز شود، پیش از آنکه دنیا بیدار شود، میخواهم در حضور تو بایستم و تو را بستایم. ای آفریننده من، همونطور که در کلامت گفتی، پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خود آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. و همونطور که در جای دیگر پدر آسمانی گفتی و خداوند خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینیش روح حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. خدایا، تو مرا به شباهت خود آفریدی، نه بی هدف، نه بی ارزش، بلکه با محبتی عمیق و هدفی الهی. شکر که در نگاه تو من هم مهم و گرانبها هستم. شکر که مرا تاج افتخار نهادی و مرا بالاتر از تمامی مخلوقاتت قرار دادی. شکرت میکنم که روح خود را در من دمیدی و جان مرا زنده کردی. ای پدر آسمانی، امروز را با این حقیقت آغاز می کنم که من فرزند تو هستم. در میان تمامی خلقت تو مرا به تصویر خود آفریدی، نه مانند حیوانات که با غریزه زندگی می کنند، نه مانند گیاهان که بی صدا می رویند، بلکه مرا با روح، عقل، احساس و اراده آزاد خلق کردی. من انتخاب شده تو هستم. ای خداوند، تو از خاک جسم مرا شکل دادی، اما به همین بسنده نکردی، بلکه از روح خود در من دمیدی. من تنها پیکره از خاک نیستم، بلکه جان من با نفس تو زنده می شود. پدر آسمانی، بگذار هر گامم بازتاب حضور تو باشد. بگذار امروز در هر کجا که می روم آینه‌ای از شکوه تو باشم. بگذار لبخندم امید ببخشد، کلامم جان بدهد و دستانم یاری برساند. بگذار در نگاه دیگران چهره تو را ببینم و ارزش هر انسانی را همان گونه که تو دیده ای درک کنم. خداوندا، همچنان که نور آفتاب تاریکی شب را می شکند، حضور تو در زندگیم بدرخشد. پدر آسمانی، اگر ناامیدی مرا فرا گرفت،
یادم بیاور که من در دستان تو شکل گرفتم. اگر ترس سراغم آمد مرا قوت بده که فرزند خدای زنده هستم. اگر شک به دلم نشست یقین رو در قلبم جاری کن که من مخلوقی از محبت و اراده تو هستم. ای خداوند، امروز و هر روز به شباهت تو زندگی کنم. در گفتارم راستی باشد، در اعمالم عدالت باشد و در قلبم محبت، در نگاهم امید. پدر آسمانی، بگذار همان گونه که تو مرا خلق کردی زندگی کنم، شایسته نام تو، بازتاب دهنده نوری که از تو در من دمیده شده. همانطور که در کلامت گفتی ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و تمامی آنچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. خدایا، چون مرا به عنوان نماینده خود در این دنیا خلق کردی، مسئولیتم سنگین است، اما تو پدر، اما تو هیچ وقت مرا رها نکردی. مرا با ایمان خود مجهز ساختی، منو با فیض خود بلند کردی، مرا با عشق خود محبت کردی و مرا در مسیر نور هدایت کردی. پدر آسمانی، امروز در این لحظات پیش از طلوع آفتاب با قلبی پر از شکرگزاری دستهایم را به سوی تو بلند می کنم و با دلی پر از محبت، پر از ایمان به سمت تو می آیم و می گویم ای پدر آسمانی، شکرت می کنم که تو مرا آفریدی. شکرت می کنم که مرا می بینی. شکرت می کنم که دستانت هیچ وقت از دستان بی جان من جدا نمی شود. شکرت می کنم که هر روز با منی. شکرت می کنم که هر روز من در تو پدر جان زنده می شوم. شکرت می کنم که هر روز که می گذرد ایمانی تازه، امیدی تازه در قلبم جوانه می زند. شکرت می کنم و خوشحالم که تمام لحظات زندگیم را پدر آسمانی به دستان پربرکت تو می سپارم و می دانم مرا همانند طفلی در آغوش می گیری و آرامشی از جنس خودت پدر جان به من می بخشی. شکرت می کنم که پدری چون تو دارم. شکرت می کنم که مرا فرزند خود خواندی. شکرت می کنم پدر جان، تمامی این لحظات را به دستان مبارک تو می سپارم
ایمان دارم تک تک لحظاتم رو تو برکت میدهی، تو قوت میدهی به تن بی جان و روح خستم و ایمان دارم با قوت تو، با فیض تو من امروز نیز بلند میشوم و با روح تازه‌ای که تو در من میدمی من جان میگیرم. شکرت میکنم پدر آسمانی. دعا کردم در نام یگانه پسرت با شکر و سپاس و با مسیح تازه. آمین. شکرت میکنم. روزی پر از امید، پر از محبت، پر از شادی و پر از خبرهای خوب برایتان آرزو میکنم.